به این صورت این اش درست می‌کنیم. در اکثر کارها ما با و لبه روی کار فیکس می‌کنیم. اما برای اینکه خنجرمون هوا خشک هستش سطح کار رو بازاریم می‌کشیم. از این ابزار من استفاده می‌کنم برای حالت بافت دادن به این صورت. قرار خیلی منظم باشه. این قسمتش اضافه است. به این حالت در بردیم. حالا میریم سراغ قسمت سرش. برای سرش ما میایم اینو میذاریم بالا سر بدنش و قسمتی رو بود ایجاد میکنیم و شروع میکنیم این همین کار رو انجام دادن. به این صورت دور تا دور رو ما چرب میکنیم چون با خمیر هوا خشک کار میکنیم سطح زود خشک میشه و بافتی که ما میخوایم بهمون نمیده. خب تمام سطح شما به این صورت در آوردیم. حالا میخوایم برای خب از این بالا در آوردیم ما یه حالت بیضه‌ای این مقدار چسب چوب میزنیم. خمیر هوا خشک خاصیت چسبندگی آنچنانی نداره. خب کاملا این حالت رو بهش میدیم یکم بیشتر بشه گردیش. عکسش رو برون هست. دو تا حالت ابروش رو به این صورت ایجاد میکنیم. حالا میشه جای چشمه درشتش. من از این ابزار استفاده کردم. حالا شما به نسبت به ما اینا رو فید میکنیم. این وسط جای بینیش هست. اینا رو اندازه گذاری میکنیم و در این وسط چشمه درشت و شیطون رو خواهیم داشت. خب میریم سراغ اینها رو ما محفوظ کنیم. خیلی نمیخوام. قسمت بینی و یک خط خنده بزرگ و شیطنت آمیز. ما میتونیم یک دندون هاش رو به همین حالت داریم و بعد روش رو رنگ کنیم. دیگه خیلی خمیره. اضافه نبرد دو تا دندون کشیده این صورت در میاریم. دو تا دندون دیگه این خط لبخند رو تا بالای چشم ادامه داره. طبق عکسی که من دارم میبینم دقیقا نقطه بنده اطرافش رو صاف میکنیم و بیشتر این دندون ها رو به نمایش بذاریم کجاشون ماشي ده سهل نفسه انا فين بيه تجيب مش هاخد في كل هنا انا تمام دیگه گرفتارش میشن. متشکرم. میخوام بگم بخوام. اجازه ندارم بذارم تو فیلم نه الان نمیگم.
گذاشتم ولی جالبه. یعنی الان فیلمو پاسپورت کنم. دقیقاً بودم. خب بندم نزدیکم دیگه. دوستش داری؟ خیلی بسه چونه. یا خیلی این بچه این حالت ابرویی داره که ابروی هم پلکشه فکر میکنم. من تصویرش الان جلوم هست تو لپتاپ اصلا کاملا دارم میبینم که چه جزئیاتی داره. همیشه اگه میخواید یک کاراکتر شخصیت کارتونی مخصوصا همچین شخصیتی که شناخته شده هستن کار کنی، حتما عکسش رو جلوتون داشته باشین. در این کار خیلی کمک میکنه که کارتون با جزئیات و خیلی شبیه در بیاد. من اکثر شخصیت کارتونیامو همین کار انجام میدم و خیلی باعث میشه که خیلی شبیه به خودش در بیاد کار و خب هر چی شبیه‌تر بشه کار شما حرفه‌ای‌تر به نظر میاد و جذاب‌تر دیگه. دندونا رو از خود دل همین خمیری که برای صورتش گذاشتیم در آوردیم. هنوز باید کار بشه این قسمت. ببینید این صورت الان خیلی حالت بامزه‌تری به نظر میاد که دوباره این کارو ادامهش هم انجام بدیم. یعنی یه مقدار چسب چوب بزنیم تیکه تیکه. همین قشنگی کاری که شما بیاید و نایزا رو خیلی طبیعی کار کنید. من می‌خوام قسمتش خوش بشه، برای همین بیشتر دارم روی این قسمت دور صورتش کار میکنم. خیلی چسب رو صورتش نمیاریم. اینجا رو سعی می‌کنیم که پله‌ای نشه، یعنی با هم با ابزار تقریبا توی صف قرار میدیم. وازلین می‌زنیم چسب دستای کوتاه و بامزه‌ای داره. ما یه سوراخ ایجاد می‌کنیم از کنار می‌بریم، هیچ ایرادی نداره. ما نسبت دست به دستای خیلی کوچیک و گوگلی داره. چسب می‌زنیم و گردن نداریم و چسب و اینو شروع می‌کنیم به همین حرکت. یه خود من این جاهاش این بطور کوتاه‌تر هم میتونه باشه. اوکی شد. ما این جا میگه دستش. کدوم ازتون جالب‌تره، این یا این؟ من عکسش که دارم دست کوچولویی داره، پس اینو من میکنم. و یه دست کوچیک برش درست میکنم. چون من عکسش رو دارم دیگه.
دستش هنوز کار دستش به این حالت اسمشو بزنیم و تقریبا جوفی یه اندازه شد. برای تازه پاهاش یه دونه جوله کم داریم اینجا بگیم که خب میریم سراغ پاهاش. خب من پاشو هم داستان کنیم بازدیم هم نمونیم یه دونه کوچوله هم داریم مهمونیمونیم. یه کاس آب برام بیار. یه کاس آب برام بیار. پاهای شکلو تقریبا این خطیلاش و اینجا هم بسید کنم میتاره یکی پاش لبوبایی میکن کم داره تکیل میشه. خیلی خوب همیشه دایره و اشک اول این شکلشو در میاریم. خب این روبری تصویر رو لبو هم دارم و مسئله پاها رو در نظر میگیریم و خب که چسبشو بالا من بهش میزنم. ببینید خیلی هوا خشک میچسبه ولی بعضی خوش میشه راحت جدا میشه اجزا هم پس تو هر مرحله ما چسبشو رو اعمال کنیم. شاید یه سری فیلم‌ها ببینید که تو هم میچسبن به همون اینها اون دیگه بعدش بعداً چسبشو شاید بزنم ولی من خودتون نشون بدم که همون موقع چسبشو رو باید بزنید. حوصله واقعا فقط تو کاره همه شما باید حوصله داشته باشید عشق داشته واقعا خودم ساعت‌ها میشینم و خسته نمیشم مثلا میگم زمان چه یه مدت گذشت همین که بعد خودتون دوست داشته باشین کار هنری عشق. خب یه مقدار خوشگله اوکیه از این زاویه از کنار هم چک کنید که کارتون خوب باشه. ولی این دستاش هم باز هر جا من حس کنم که ایراد داره کار این دندون‌ها کاملا خوش شده سطحش خیلی خوب. حالا سراغ چی این لبی باشه اوکیه. اینجا یه حالت واقعا باید وقت بذارید که بخواد سرعتی به چیزی برسه مثلا نیاد سمت کار خمیر. چون این پاشو درست کنیم فرض بگیریم یک اشک نسبتاً توپو و پهنش میکنیم هر پای لبو یه حالت یعنی سه تاست مثلا نمیدونم چه جوره بریه ولی ما دو تا اشک از توش در بیاریم یه همچین حالتی به ما میده. فقط الان اندازه شو حس میکنم فقط شروع کنیم حالت دادن از این حالت تیزی در بیاد دیگه. یه حالت قوسم میندازه همچون همچه جونه بریه حالت خرگوشه ولی دست خودش جوری نه کلا فکر میکنم یه مقدار بزرگ بشه. ما از انتها بشون بورش میدیم هم رو جمع کنیم به این صورت
چسب میزنیم. چون چسبم داره خشک میشه، حالت گرفته درش بازه. من یکم با آب حالت پرداخت بهش میدم، یعنی از زاویه یه کوچولو ما برای اینکه خیلی باشه از پایین فشار میاریم، یه کوچولو سریع میدیم پایین. من دید این تقریبا شبیه خوشو یکم تیزتره، ولی من یکم گردش کردم. این به این صورت منصوب میشه از این رو. حالا باز من این لبه هاشو چون فی فاصله افتاده باز قشنگ فشار میدم. اینها جاهاشو اوکی میکنیم، خیلی فاصله نداشته باشه و اوکی. حالا این اینجا هاش چسبیده شده. این سراغ یکی پاش دوباره هم تکرار میکنید که این اندازه‌هاش سایزی واسه خودتون دیگه. اولی که در نسبت بدنه شو ببینید هم در نظر بگیرید. مثلا سایز معمولا کوچیک بوده میشه، خیلی مهم نیست کار دسته و بالاخره خطا وجود میاد. خیلی سخت نگیرید که با این بزرگترشون الان خب مشخصه کوچیک‌تره. من تکه‌های قلبی رو اضافه میکنم چون پای بالاخره نسبت دست باید بزرگتر بشه دیگه. این ورزش خیلی مهمه. بعد من ورز بدید یا همچین چیزی. ما با این اندازه برش این اصلا باز میشه، باز تحت‌تر میشه. یک مثلث و دو تا مثلث ما توش در آوردیم. سطح کارمون رو جمع می‌کنیم. نگاه کنید با این پیکا تقریبا یه اندازه است. حالا میگم خیلی حساس نشید که یه پاش کوچیک‌تره یه پاش بزرگتره. اون دست هست و کامل در نظر بردن سخته. اون عروسکی اصلی همش غالب می‌خوره مثلا مثلا تمیز از بالاست. خب ببینید یکم حالت گرد بشه مرتب شد. چسب چوبو می‌زنیم و یکم لاغرتر شد، اشکالی نداره. حالا شما میتونید بیشتر وقت بذارید، من یکی بود یکم حالت رو پایین بهش میدم. خب تقریبا خوش اوکی شد. یه کوچولو این لبه ها رو من خمیر صورتی میخوام بزنم تا حالت جذاب‌تری داشته باشه. این چسب چوبو میزنم یه کوچولو چون این پولیش میاد روی انگشتای پاهاش. میاد سریع من رو شروع میکنم میکنیم بالا و میرم این جزئیات باعث میشه که شما خیلی شبیه تر به عروسکتون میتونی کار در بیارید. ببینید الان این نسبت به این یکم جذابیتش بیشتر نشد که اومده یه ذره اینجوری میکشیم روش. به نظرم یه وقتی هم صدیقه شده شما خوشتون نیاد. من چون که عکس دارم کار میکنم اینجوریه که این اومده رو پاش. بچه شما میتونید همین مکتب یخچالی شروع کنید. این حالا خیلی اینم از این اینقدر کوچیک. آره الان این که من دارم میبینم قشنگ فاصله داره از دو تا چشمام. خب من در حین کار باز جای دیگه هم ایراد ببینم چند نکنم شویه ویدیو خیلی تر تمیزات نشون بدم که خیلی حرفه‌ای به نظر بیاد و تماشا بره. من میخوام یاد بگیریم واقعا چه خوب است میشه. بعد مکسیمم چند بار خطا آزمون میکنم، چند بار یکم دوباره میزنم. خب حالا میخوایم سراغ گوشهاش. خیلی مونده چشاش ببینم میخوام خوش بشه چون میخوام با رنگ کار کنم چشاشو و حرکت خفن بزنم. اینجا به نظرتون چطور شده؟ به نظرتون شبیه لبه شده؟ هم خوش اسم چشماشو دو تا گوش داره گوش خرگوشی. بچه‌ها من نسبت به سرش نگاه میکنم تو از این قسمت بالای سرش باید یکم هول‌تر شه. پس ما میایم دوباره دست به چوب میزنیم در این قسمت. ایراد نداره دیگه، یه وقت پیش میاد که برای اینکه کارمون بهتر بشه باید بارها یه کاری رو تمرین کنم. من این خمیر رو میذارم و حتما اینجا هم چسب چوب میزنم. اگه خمیرتون هوا خشک هست حتما باید این کارو بکنید. کامل ماساژ میدیم. من شروع میکنم دوباره اونجا حالت گرد داره و خیلی بیزی شده. شروع میکنم دوباره این کارو انجام بدم. هیچ ایرادی نداره ما با این کار
تکرار کنیم مهم نتیجه است دیگه. خب من دوباره شروع میکنم. اینو برمیگردم سمت خودم. حالت کولیشو بهش دادم. یه مقدار چربش هم میکنیم. البته اضافه دست خیلی مهم نیست. اینجا که چسب چوبه اینا خوش میشه بمیره. این حالت موجودی تو لباس خرگوش. را دستتون هست رو یه جوری دستتون اصلا قرار نیست شما همش توی حالت نگه دارید. جهات مختلف من این این سمت زدم. اینجا به سمت بالا یا خیلی می‌کنم جلو. به نظر میاد که از کولیشی چجوری و اوکی تناسب بدنش هم اوکی هست. شاید یک مقدار تا اینجاها من اضافه کنم چون یکم لاغرندام شده یکم تو پلیش کنیم. حتما چسبشو استفاده کنم چون کار ما خشک شده. اگه چسبشو ندارم مثلا این تو دسته میشه میشه رد میفته. کما که اینجا هم میبینید چون من چسبشو نذارم وقتی خشک میشه رد میفته. ببینید یکم میام با این ابزارم اینجا دستش هست. یکم دستش میدم کنار. کار کامل خشک نشده و هنوز علامت افتاد. کامل چسب چوب میزنیم وقتی خشک شد این کامل بخواد. خب چون ایرادای کار بعد در بیارید دیگه. این کاری واقعا بخواد مشابهش درست بشه. یالا رو شروع می‌کنیم و تو قسمتی که خشک شده فرو می‌کنیم. این باید چیزی تو ذوق می‌ذاره و اینجا یکم کشیده شده بدنش. یکم می‌خوایم توپل بشه. یک مقدار خب خیلی کوچیک ما آب هم می‌زنیم به این قسمت که این دستگی ایجاد بشه. این به دستش رفته چی رو تقریبا این به حالت کولیشور بهش بدیم دیگه و مثلا اینجا که من رفته من کامل براتون فیلم میگیرم که یه وقتایی شاید اصلا همین رو سوال پیش بیاد که کامل کار من یهو میبینید براتون سخت به نظر میاد. آهسته و پیوسته خیلی شیک. من سعی می‌کنم که خیلی به چشم نیاد بوتیکی. به نظرم الان بهتر شد. یه کوچولو شاید یکم خشکم میشه. اینجاش هم یکم بیام این تیکشو حالا این ورشم بزنم بخوردم سر آستینش. این چون که خشک شده جمع شده بیشتر برشون میده. ببینید الان به نظرم بامزه‌تر شد. حالا این ورش هم میایم همین کار تکرار میکنیم. ببینید شخصیت مثل توپلوها از اون رفتن باعث تغییرات. تمام یه تیکم اینجا رو من برم. این واقعا هم نشد. واقعا این کار کسی که حوصله داشته باشه و ما هنرمند خفنی هستیم. فقط نمشتی؟ ما هنرمنده خفنی هستیم فقط. خب ببینید اینجاها رو من دارم حس می‌کنم که یه مقدار ما آب بزنیم. از این ابزار استفاده می‌کنم تا کامل اینا تو هم مچ بشه. یه بررسیگی داره شکمش.
هی باید با این بازی کنیم دیگه. رد پولیش به این صورت کج در اومده، به جهتش چرخیده. اونه این به این صورت دوباره یکم تو این جهت میبینید یه موج ایجاد میکنن. شما وقتی پارچه پولیش رو دیدید بالاخره جهت‌های مختلف خودش اونجوری که می‌خواستم از آب در نیومده، هنوز یه کاری داره. ببینید الان این نیمرخ اینجا صافه، یه شکم برجسته داره. تا ما اینجا باز اینجا رو هم بهتر بزنیم. همین دیگه، باید شاید این رو چرا از اول کنه که ما چون خمیر خشک میشه و کاهش پیدا میکنه، خمیر هوا خشک متاسفانه این مشکل دارن که یه بخشش جمع میشه. و من این کارو که انجام دادم دیدم که دیدم نداره. شما تو 2 مرحله اگه بخواید خمیر زیاد استفاده نکنید، دیگه شاید بگم اونقدر نمیخوام از خمیر استفاده کنم، ولی واقعا اگه کار حرفه‌ای انجام بدید نه دلت بسوزه که خمیرم زیاد استفاده نشه. مطمئن باش اون یه کاری که میخوای بفروشی، مثلا تو اون کارو می با قیمت کمتر میفروشی، وقتی خب ظاهر خوبی نتونی براش بسازی، ولی خب وقتی حرفه‌ای انجام بدی، خمیرم اضافه استفاده کردی، قیمت مناسب با قیمت کارت هم میگی، دلت هم نمیسوزه. مطمئن باش که اگه کارت خفن و حرفه‌ای از در اومده باشه، قیمت کاملا مناسبی هم براش مشتری پیدا خواهد شد. خیلی خوب. چون وقتی قرار کار میشم و یادم میره که دارم فیلم میگیرم، میبینید الان بهتر شد. یک دست حالت میبینید یک دست فرق گرفت و خیلی بهتر شد به نظر خودم. این تیکه بالا رو نمیخواد، فقط سعی کنید که کاملا فیت کنید که 2 دستگی ایجاد نشه، کاملا لبه ها رو فرو ببرید توی بالا. شما از همون اول، من چون این کارم خوش شد و بعدم شما از همون اول سعی کنید که سطحش رو برجسته کنید دیگه، نیازی دوباره کاری انجام اول خمیرش کلم بذارید. خب بازی چک می‌کنم اینجا ها ذره خمیر تو تیکه شده. اینجا ما می‌خوایم این حالتی که خب این ور عالیه، اینجا هم همینطور یک چلو. خب بچه‌ها می‌خوایم بریم سراغ گوشه‌ای لب بومون. ما نیاز داریم به خمیر صورتی، ما نیاز به خمیر صورتیمون صفر. خب ما یه خود این شکلی می‌خوایم درست کنیم برای گوش‌هاش. اول می‌ایم اینو دوباره دور تا دورش رو خیلی انجام میدیم. حالا میچسبونیم که راحت‌تر اینجا قسمت بالای سر و به مایک دستش از مایک بزنه بالا. شروع می‌کنیم هم حرکت رو اجرا کردن. یک بودی ما ایجاد می‌کنیم. دور دور می‌برم. من قسمت پشت کارم دارم. اگه شما ماگتون بلنده یه گوشش میریم سراغ گوش بعدی. او مای گاد،
اینجاش متاسفانه اصلا حواسم نبود. خوش نشده و خودشم روی این چسبه رد افتاد. این خدا شکر درست شد. بعدم شما این سراغ گوش دومش و به این صورت مشک درست میکنیم. این مقدار ردش کوتاه‌تر باید بشه. همینطور چسب میزنیم و گوشو به هم و شروع میکنیم دوباره حرکت پولیشی رو اجرا کردن. میدونم کنار دیگه حواسم باشه. یکم باریک‌تر شد که خمیر از پشتش اضافه میکنیم. به این صورت چرا قاضی خمیر مثلا نیازم دوباره بکنم دوباره بهش اضافه کنم. حتی این با مزه دارم شد. این شد از این. حالا یه لایه دیگه هم داره که یک لایه یه لایه رنگی پوست رنگی صورتش هست. دایره درست میکنیم و حالا دیگه کردیم یه برش میزنیم تا شکلی که میخوایم رو به دست بیاریم. این اوکی هست. چسب چوب میزنیم و کارو ما جا گذاری میکنیم. لبه ها چکنم با قیچی بریدم یکم حالت یکم خوش روش هست وجود کسی ممنونی سرشون. خب ما این کار رو داخلش دوباره یه حاله کوچکتر ایجاد میکنیم که اون دیگه با رنگ در میاریم. دیگه پهن‌تر میبود احساس میکنم. خیلی خوب میگم برای میشه کشم انجام میدیم. بچه تو عکسش من میبینم سطح صاف هست یه همچین حالتی داره. من اوکی هست. حالا چسبشو میزنیم و کار رو میذاریم و به این صورت بچه دوباره اطراف اینو میایم نگران نباشیم. و من این داخلش هم باید کار کنم
این لبه هاش و خب اینم از اینجا. خب اطراف گوشاش هم میخوام اضافه کنیم. دوباره من چسب چوب بزنم. یک مقدار وازلینم میزنم که سطح کار چرب بشه، که خوش نشکن باید من. خب با این ابزار رو شروع میکنیم به حالت دهی. به خود به سمت داخل به خود این لبه ها رو فرم این رو با این درست میکنم. دوباره قسمت دیگر رو دست چوب میزنم. این حالت گردی بالاش هم با این سعی میکنم درست کنم، چون چسب چوبش کم بود بلند شد. چون چسب چوبتون بیرنگ میشه من راحت استفاده میکنم. خب این اوکی هست. همین کار برای یکی گوشش هم انجام میدیم. من پایین این قسمت رو یه مقدار میخوام کار کنم. حتما خمیرتون ورز بدید بچه. این تیکه چسب چوبه خب همین کار رو با یکی گوشش هم انجام میدیم. ببینید این قسمت این چقدر فرق کرد. حالا همین کار رو با یکی گوشش انجام میدیم. گوشش کامل شد. این جلوی سرش یه دیگه حالت قلبی داره، یه کوچولو میخوام اون رو درست کنم. دیگه اینو بذارم. دیگه میریم سراغ چشماش. یکم خیس میکنیم. دیگه باید لحجی یکم به سمت جلو و این نمیخوایم تیز باشه. خب این حالت این شکلی رو در من هی کار میکنم، عکسش میبینم که هر جاش کم کس داشته باشه رو درست کنم. خب الان دیگه ما تقریبا جزئی میخوایم و بهش رسیدیم. حالا میخوایم بریم سراغ چشماش. من میخوام از رنگ اکریلیک استفاده کنم و هر قلمی که داریم. این قلم برای ناخن‌کاری هست. اینو باهاش یکم تمیزش میکنم. یه ذره بعد اطرافش رو تمیز بکنم. میام سفیدی چشماشو با رنگ پر میکنم، یعنی داخل چشماشو میام سفید میکنم. خب این رنگ اکریلیک خوبه، اینه که زود خشک میشه.
اینجا شو یکم مرتب میکنم، یکم از آب استفاده میکنم، تمیز میکنیم با آب. پاکیزه چون حلالش آب هست. اینجا باشم یکم زیاد شده اول رنگی که برداشتم. شما سعی کنید اول یه قلم کوچیک با رنگی کمتر بردارید. حالا یکم جاشو تمیزکاری میکنیم. خب بچه‌ها این چش خوش شده. حالا من با یه خمیر یک خودکار صورتی میخوام قرنیه چششو بکشم. با خودکار خب خیلی چون کوچیک هم می‌خوایم بکشیم با خودکار راحت‌تره. یک بیزی شروع می‌کنیم بکشیدن. نسبت به این سفیدی اطرافش ما اینو اندازه‌ش رو در میاریم، نه خیلی بزرگ نه خیلی کوچیک. خب فکر می‌کنم این اندازه مناسبه. من یه چشمش هم کارو انجام میدم. هر طرف که راحتین جهتش رو می‌چرخونید. باید یه جوری باشه که با اون یکی اندازه باشه. تقریبا یه اندازه شدش. خب من دوباره از رنگ اکریلیک که با این قلم‌های داتینگ میخوام یه دو قطره حالت برق چشم بندازم روش. میدونم ریزتر. خیلی خوب. این مقدار وارد سایه روشن میخوام بهش بدم از پایین. وقتی سریع خوش میشه با همین خودکار رو نمی‌کنم انجام میدم. مثلا با قلم بکشم خوش شد رنگ. من پودر شاین هم دارم. یه کوچولو پودر شاین هم همینجا میزنم داخل همین. یه فوت کوچیک میکنم. یکم قلمم رو خیس کردم که این بچسبه. خیلی خوب. حالا نوبت میرسه به اصل کاری، مرحله که چشممون رو بخوایم جذاب‌تر بکنیم. من از تاپکات ناخن‌کاری میخوام استفاده کنم. شما میتونید از رزین هم استفاده کنید اگه ندارید. میام و یک قطره نسبتاً پر می‌دارم و میچپونم داخل این چشمش. شما باید تغییر رو کاملا حس می‌کنید. یه مقدار با همین هدایتش می‌کنم تا حالت بیزی رو خودش بگیره. خیلی خوب. ببینید چقدر اون فرق کرد. یکی هم همکاری کنید و یه قطره چپونید. این بغلش هم همینطور. خیلی نمیخوام پر باشه، یکم از روش برمی‌دارم ولی بودی چشمشو کامل باید پر کنم. خیلی خوب. من حالا توی مرحله یوویمو میگیرم روش. خیلی خوب. من یووی در آوردم. یه مقدار برجستگی این کمتر شد چون رفت بالا. هر چیز کنید که نیاز داره باز. حالا شما با رزین کار می‌کنید که اونم همینطور. من باز بهش اضافه می‌کنم و بعدش میریم سراغ دندون. خیلی خوب. برای دندوناش من باز مثلا رنگ اکریلیک استفاده می‌کنم. با قلم نازکش قلم برای ناکاری هست. نشون کنم دندوناشو رنگ کردم دیگه. اصلا تشریح بودم. این من دندوناشو روی روی نگم چیزی شده. طبعا دندون رو بچه‌ها الان فقط داخل گوشه‌شون که من با همین خودکار صورتی شروع می‌کنم کشیدن. بچه‌ها یه حالت لخت داره و بلوزی هستش. من می‌خوام طرف کنم با خودکار می‌تونم در بیارم. تقریبا داره میشه. یکم تحتش می‌کنیم. خب میگیم چشم انجام میده. وقتی خشک بشه خمیرتون خیلی بهتر انجام میشه. حتما بذارید که سطح رویش حتما خشک بشه بعد این کار اداری انجام بدید. خب اینم از این.
فقط روش دست نکشین و اگه بخواید قابل شستن باشه باید یک لایه سطحشو گله بزنید، چون حالا خودکار ممکن آب بخوره یک مقدار پخش بشه و کثیف بشه. اگر که نکلا دکوری میخواید باشه که من ترجیح میدم سطحش مات باشه و چشش براق باشه. یه کوچولو دیگه باز میشه ببندونش، اینجاهایی که خط میفته رو با رنگ قلیزمون پر می‌کنیم، بذاریم خوش بشه. اینم از لوابوی صورتی خوشگل ما. بچه‌ها اگه دوست داشتین حتما بهم بگین که کار بعدی چی باشه و